در شهر گلستان مراسم جایزه سپاری به اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. رئیس شهر گلستان همه اشتراکچیان این آزمون را برای اشتراک فعالانه در همه دورهای آزمون مبارکباد نموده ذکر کرد که واقعا در تشکل اندیشه ملی و تحکیم استقلالیت نقش کتاب خیلی بزرگ است. محض این دستگیری های معرفت پرورانه پیشوای معظم ملت است که سالهای آخر ساحه کتابداری و علم و عرفان روز به روز رشد نموده ایستاده است. دلیل گفته های بالا این در اقدام پیش گرفته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درباره برگزار نمودن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است می باشد. باید ذکر نمود که هر یک اقدام یا صحنه‌ای که از عالم افکار و اندیشه سبز و سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان عرض وجود میکند باعث بالاروی معنویات مردم به خصوص نسل جوان و عموما قشرهای مختلف جامعه میگردد. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است طبق نظامنامه تصدیق شده از روی 5 نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر، ادبیات جهان و ایجاد نظم و نثر برگزار گردید. در دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از شهر گلستان 150 نفر و در دور ولایتی 49 نفر اشتراک نموده 7 نفر به دور جمهوری راه یافتند. آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 شهر گلستان اسماعیل سیدوف و خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 این شهر نفیسه فیض‌الله در دور جمهوری این آزمون مهارت بلند نشان داده صاحب زینه‌های افتخاری گردیدند. ذکر کرده شد که جوانان باید خوب درک نمایند که تقدیر آینده خلق و دولت به دوش آنها گذاشته شده است. حفظ و آباد کردن و به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن وطنی آباد و رشد یافته مسئولیت بزرگ دارد و هر فرد جوان را وظیفه‌دار می‌نماید که همیشه به خاطر تحکیم وحدت ملی، استقلالیت دولتی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی کوشش و تلاش نماید. و همه اشتراکچیان دورهای شهری و ولایتی و جمهوری، غالبان و جایزه‌داران، آموزگاران و والدانی که برای آماده نمودن اشتراکچیان و آزمون مذکور سهم گذاشتند، تحفه‌های خاطروی، سپاسنامه و مبلغ‌های پولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند. اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است جهت چنین توجه و غمخواری مینتداری خود را به رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ابراز نموده قید نمودند که سال آینده در این آزمون جمهوری باز بیشتر ملکه‌های مهارت خود را نشان داده صاحب مقام‌های فخری خواهند شد. من اشتراکچی دور مؤسسوی، شهری، ولایتی و جمهوری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از نامیناسیون ادبیات کلاسیک اشتراک نموده مقام افتخاری را در دور جمهوری این آزمون صاحب گشتم. از سراول سپاس فراوان خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای بلند برداشتن دانش، تفکر، حس ملی و برای وسیع گردیدن جهان بینی ما جوانان این آزمون ها را راه اندازی نمودند. من همچون یک جوان دوران صاحب استقلال کوشش به خرج می دهم که برای پیشرفت و آبادانی وطن عزیزم سهم گذار باشم.